جبرائیل امینا اما خدا زده است. همی پیغمبر ظلمه نزدیک را کشتن داده بود. بگو چی بگم؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد زلمه پیامبر آخر زمان. بیچاره را در او افغانستان جبرائیلی را در کشتن داده. کنیم بیج شب من نشسته بودم قرآن از رو میخواندم، یعنی تلاوت میکردم، روحانی یاد داشتم. آوازی شنیدم گفت ملک جبرائیل از عرش اعظم اومده به خدمت رسول اکرم اومده. بازدیام بس نکده بازم میگه بگو دیگه بگو سعی کن یا ما متلوده وار ادامه میته. من بی خود به حالت سجده افتادم. گریه و سوز و گداز و دعا هر چه در ذهن و فکر و قلبم خطور میکرد از زبانم به گریه و به اشک جاری میشد. به مو حالت بودم که آواز دوباره شنیدم گفت ای بنده ای الله، هر دعایی که کردی پروردگار تو لبیک گفت. دین اسلام به توسط تو به تمام نقطه زمین غالب میگردد. من سر از سجده بالا کردم، نگاه کردم، کسی را ندیدم. جبرائیل یک رشقندی که خود سرازی کرده و خودش رفته که سر بالا کرده که جای است جولان هیچ کسی نه.